اگر قسم به عظمت الله آینده یگان چیزی ببینم که در این کانال یگان فتنه هست یا یگان چیز است، باز از همون منبری بالا 24 ساعت میشنم صحبت میکنیم که فتنه است، مردم یک جا نباشد، خلاص یعنی که به همون پراکندگی باشد. ولی وقتی دیدم که اتحاد و متحدی را در نظر است و میخواهند که این ملت به هم بیاید و متحد شود، پس اگر من اقدام نکنم و پیش نرم، من در نزد احکم الحاکمین الله جواب میگم، شرافدین جواب میگه، محیدین کبیری جواب میگه، تمام گروه های مخالف جواب میگن اگر به هم آمدن ملت و مبارزه را نخواهند. چی اون محمد اقبال، چی شرافدین، چی محیدین کبیری، چی گروه 24، چی یک نفر دیگر است، هر کسی که به هم آمدن مخالفا را اگر فکر نداشته باشه و اگر من دستم فکر کنم از تمام مخالفای تاجیکستان بینندم هم زیاد است، از تمام مخالفای تاجیکستان، یعنی که من در مورد این که برنامه ها ما بیشتر تماشا میکنم، ولی من دیدید که در فکر شهرت، در فکر پول، در فکر دنیا نیستم. هدف والله قسم حانیسی است که میخوام اتحاد و متحدی و به هم آمدن ملت، تا اینکه بگا گفت شرافدین یک مشت آبدار شدن در دهان بلانی گزی رحمانوی پدر لعنت زدن است، دیگر چیزی نمیخوام. من ملت تنها و تنها بردن نابود دارن، ولی بعضی نفر نشسته ما نمیخواهیم، ما گرینی و دموی کلونیم، نمیخواهیم که بدرویم قطعی مردم خوشه. تو هیچ کسی باشی هیچ کنستی به تنهاگی. اگر محمد اقبال منافقت کرد، بدبخت از شخصی که نبراین اگر محمد اقبال نفاق کشته است. اگر شرافدین منافقت کرد، بدبخت از شخصی که نبراین اگر شرافدین نفاق کشته است. محیدین کبیری نفاق کرد، برای بگه نفاق کرده است. ولی ما تنها و تنها اتحاد میخواهیم. ما میخواهیم که تمام ملت و مردم تاجیک به هم بیایند تا اینکه یک جا شده اول انا همین ضحاک اصل فرعون از بین ببریم و پس از اون ملت با انتخابات بگذار که هر کسی را که انتخاب میکنه انتخاب کنه، تا اینکه این وطن و این ملت و این مردم پراکنده را از روسیه و از یعنی که خاری و زاری در بیرون کشور به هم بیارد و به وطن بر بگرداند. بگذار اون کسی باشد، بگذار اون گروه 24 باشد، بگذار نهضت باشد، بگذار پیمان باشد، بگذار شرافدین گدایف باشد، بگذار محمد اقبال صدرالدین باشد، بگذار هر کسی که باشد، کمر همت بست خدمت کرد و آمد، همه باید در اطراف اون جمع شیم. اگر دیدیم نفاق و منافقت در هر کسی است و دیدیم که منفعت شخصیش از ملی بالا دانست، والله قسم یک دقیقه با اونم استیم. ما هر کسی که نباشد، یا شرافدین برادرت نفاق و شیطنت در هر کجا دیدی همراه اون هستی یا نیستی؟ البته. ولی ما اینجا نجات وطن خواسته ایم، برای نجات وطن اینجا جمع اومدیم. در اینجا برای من فرق نداره که او مسلمان است، او زردشتی است، او ازبک است، او تاجیک است، او نهضتی است، او پیمانی است، او از کجا است، مهم شهروند تاجیکستان است. فعلا میخوایم رحمان رو از بین ببریم. رحمان رو به مسلمان هم ظلم کرد، با زردشتی هم ظلم کرد، با کمونیست هم ظلم کرد، با بدین هم ظلم کرد، با تمام ملت و مردم ظلم کرد، با ازبک هم ظلم کرد، با قرغیز هم، با قزاق هم، با تمام مردم تاجیکستان ظلم کرد و یعنی که حکومت اولیویش برقرار کرده است. ما میخوایم که تمام ملت و مردمی که در تاجیکستان زندگانی میکنن زندگانی آسوده و راحت داشته باشند. پس یگانه راه نجات وطن نیست کردن یا از بین بردن حکومت دیکتاتوری رحمانوف است. برای این هر یک قدم شما پیش خودتان مقصد گذارید که ما باید داخل شیم. اگر بار دیگر میگم آینده ببینیم، اگر من احساس کنم که یگان خیلی فتنه، یگان خیلی چیز وجود دارد، اولین آدمی که اعلان میکنم که نه ما باید متحد نباشه من هستم، یا در همین کانال نداره. ولی تا وقتی من میبینم غایه های ملی و وطن دوستی هست، من با این کانال هستم و داخل میشم و صحبت میکنیم و از گفتن هر لومه و لعیم ما خودداری میکنیم. ممکن است برادران گرامی ما بعضیش نفهمیدن، چون واقعا هم افراد فیک هستن که خیرخواه هستن، میخوان تنها نجات وطن باشد، نفهمیدن. ولی امنیتیات از این دیگه تولک دنبورت روش نیستن. بعضی نسکی دریده های اروپا هم با تمام قوت دادوی کرده هستن که انکی نسکی دریده ها برامدن سر کردن. شما گپای اون نسکی دریده ها را نگیره که نسکی دریده اگر آدمای خوب میشدن خودشون اتحاد برهم نمیدادن، یا گروه های با قوت از بین نمیبردن. به همون خاطر نسکی دریده ها را هم گپاش ها ها میکنه، گوش میکنه، رفتن میگیری. ولی در فکر نجات وطنت بود.